درود دوستان، وقتتون بخیر. همونجور که بهتون قول داده بودم لای 0 تا 100 شیرینی ناپلونی رو اومدم بهتون آموزش بدم. با من همراه باشید. اول که شما باید خمیرتون رو بگیرین. خمیرش رسیپیش توی پیج هست و خمیر رو وقتی گرفتین استراحت اولیه کرد، روغن رو سره میکنید. روغن سره میکنید زیر لاش به صورت پاکتی خمیرتون رو جمع میکنید. به این صورت میذاریم روی شیتر. اگه خمیرهای کوچیک‌تر هم میخوایم بگیرید با دست میتونید شما قشنگ خمیرتون رو باز کنید. خمیر رو به یه قطع میکنید به این صورت. الان به این حالت رسید زمانیه که شما باید خمیرتون رو تا بزنید. فکر کن خمیرتون رو وقتی باز کردین روغن گذاشتین از اولش میاین به آخرش میچسبونید. خب این شد از اول تا آخر. بعد از وسط میاین از آخرش میاین به وسط خمیر و این هم به این صورت. آوردم روی میز که قشنگ متوجه شید. یه لای 6 تایی اینجا رفتیم. 1 2 3 4 5 6. خب 5 دقیقه استراحت میدین. بعد دوباره توی لای بعدی یه 6 دیگه باید لا بدین. روی همین دستگاه من لا میرم. شما رو دستگاه به این صورت اول خمیر رو به آخر خمیر بس کردیم. این همون لای 6 تایی نگاه کنید به این صورت. دو تا انگشت استراحت تا نیم ساعت. استراحت رو بهش دادیم اون رو باز میکنیم. یه لا دیگه میریم بعد رو لای 5 تایی میدم. لای 5 تایی نرسیده بهش یه تا میزنم. من باید نگاه کنیم تاش باید یه جوری باشه که خمیرتون قشنگ رو هم بود. لای 5 تا که 3 تا انگشت میذاریم. آرد میزنیم لای آخر. اشکال نداره چرا آرد میزنیم.